به دردتون بخوره. در مورد کارهای یاسر میتونم تنها چیزی که بگم که داره کار میکنه. 2 آهنگ هستش، کار تک 9 و رضا پیشرویاست، کنسل نشده اصلا. میدونم تأخیر زیاد بوده، دلایلش زیاد بوده، ولی کار از دست من خارج الان، به خاطر اینکه از طرف خودم کاری که میتونستم انجام بدم انجام شده. الان کار تو دست یاسره و یه جورایی هم کار تمومه. حالا از نظر پخش و زمان و اینا دیگه این الان داستان تو دست خودش هستش. یکی از کارهای خودش هم داره روش کار میکنه که اونم فکر کنم به زودی به گوشتون برسه. اونم زمان پخش دست خودش هسته. برای همینه که من پیامای زیادی که به دستم میاد دوست ندارم همش همین حرفایی تکرار بکنم، بگم به زودی میاد یا کی میاد یا زمان از من میپرسین. واقعا ندارم، چون الان اینجور سیستم و اینجور کارا تو دست خود یاسر هستش و هر وقت که خودش مناسب بدونه، هر وقت که خودش آماده باشه، هر وقت که اوکی باشه 100% پخش میکنه و مطمئنم میدونم که از خداشه که بتونه کارا رو زودتر پخش بکنه و به گوشتون برسونه و شما هم